4 تا از گرونترین گوشت‌های دنیا که آدمو شوکه میکنن. رتبه 4 گوشت استرالیاییه. این گوشت 15 سال کامل میذارن بمونه تا یه طعم عمیق و خاص پیدا کنه که سخت میشه شبیهشو درست کرد. قیمتش حدود $250 که میشه چیزی حدود 31 میلیون تومان برای هر کیلو. رتبه 3 گوشت آمریکاییه که تو لاس وگاس درست میشه. روی ذغال ژاپنی و چوب بادون پخته میشه و همین باعث میشه طعم و بافتش خیلی خاص بشه. قیمتش $3500 یعنی حدود 440 میلیون تومان برای هر کیلو. رتبه 2 اسپانیایی. این گوشت از یه نوع خوکه و همین باعث طعم عجیب و خاصش میشه. یکی از کمیاب‌ترین گوشت‌های اروپاست با قیمت $4400 یعنی حدود 550 میلیون تومان برای هر کیلو. و اما رتبه اول گوشت ژاپنی از خانواده معروف واگیو. طعمش فوق‌العاده غنیه و چربی نرمش توی دهن آب میشه. گرونترین گوشت دنیاست. قیمتش $5300 که یعنی حدود 668 میلیون تومان برای هر کیلو.